سال روز افسانه شهادت فاطمه زهرا بانوی زنان بهشت رضی الله تعالی عنها در گذر تقویم ایران. تا سال 1371 هجری شمسی در روز سوم جمادی الثانی خبری از وفات و یا شهادت حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها در تقویم ایران نیست. و فقط به وفات ایشان در 13 جمادی الاولی اشاره شده است. صلى عليكم إله الكون فالتزمت من ضمائرنا. 6 سال بعد از گذشت 1366 سال از وفات ایشان افسانه شهادت به تاریخ جمهوری اسلامی وارد شد، اما هنوز خبر قطعی نیست و این روز تعطیل رسمی اعلان نشده است. و سرانجام واقعه وفات فاطمه زهرا بانوی زنان بهشت رضی الله تعالی عنها در سال 1379 هجری شمسی رسما در مجلس جمهوری اسلامی ایران به افسانه شهادت تبدیل گشت و این روز تعطیل رسمی اعلام گردید. في قلب كل تقي حب محتسبي أحب فاطمة الزهراء فافتخرت خير النساء. به راستی چگونه است که واقعی که مربوط به 1366 سال قبل می باشد و در تقویم جمهوری اسلامی ایران اصلا وجود نداشت در کمتر از 10 سال به تقویم وارد شده و بعد از آن به تصویب رسمی مجلس می رسد و تعطیل رسمی اعلام می گردد؟